با اجازه‌ای که از خانم‌ها گرفتم دوست داشتم که از جانب خانواده شهدای هسته‌ای عرض خسته نباشید بگم به همه دوستان زحمت کشیدن. من از دلم می‌خواست اینا یه جایی اصلا عمومی بشه، این که این حالا از نظر خود من این هست، باعث افتخاره به فرزندان این مملکت که این همه زحمت کشیدن، فرزندانی که امینن، غیرت دارن، متدینن و شجاعن. این باعث افتخاره برای همه ما، گرچه هنوزم که هنوزه همه ما و فکر کنم همه ایرانی ها به گفته رهبری اعتمادی به این قدرت ها نداریم. معلومم نیست اصلا سر تعهداتشون بمونن یا نه، ولی این هیچ گونه ربطی به زحمت هایی که بچه ها کشیدن ندارن. من دلم میخواست مستقیما این تشکر رو بکنم. حرف خود من تنها نیست، قبلش هم رفتم با خانم شهید رضایی نژاد و خانم شهید علی محمدی و مادر گرامی شهید قشقایی هم صحبت کردم. حرف مشترک ما هست، هم یک خسته نباشید جانانه میگیم، دست شما درد نکنه و هم آرزوی توفیق داریم. هر شرایطی که پیش بیاد واقعا این زحمت ها رو نمیشه خدشه‌دار بکنه و هیچ صحبتی توش نیست. و از حضرات خواهش میکنم یه صلوات اول برای سلامتیشون بفرستید. سرکار خانم دکتر شهریاری، خواهرای عزیز، از اینکه بزرگواری کردید، تشریف آوردید، هم بعد از توافق ژنو زحمت کشیدید تشریف آوردید، هم الان تشریف آوردید، من سپاسگزاری میکنم. ما یقینا همه توفیق‌های این راه رو مدیون فرهنگ مقاومت و فرهنگ ایثار این مردم بزرگ هستیم که این فرهنگ بزرگترین تبلور شهدای ما هستند و شهدای هسته‌ای ما در حوزه هسته‌ای بهترین راهنما و نمونه برای همه ما هستند که از همه چیزشون برای انقلاب، برای کشور، برای پیشرفت این مردم گذشتن. من سپاسگزارم از شما برای فرمایشات بسیار زیبا و شیواتون. همه ما مدیون خون شهدا هستیم، مدیون امام شهدا هستیم، مدیون حمایت‌های مقام معظم رهبری هستیم و مدیون حمایت و دعای مردم هستیم که میدونم در این چند روز و چند ماه این دعا از همه گروه ها و همه افراد و همه تفکرها پشت سر ما بوده. لطف کردید. خداوند انشاءالله روح شهدای ما رو، به ویژه شهدای هسته‌ای ما رو قرین رحمت بفرماد و این فرهنگ و این دیدگاه که باعث شده ما بتوانیم این گونه در مقابل دنیا مقاومت کنیم، در مقابل کشورهای قدرتمند دنیا حرفمون رو بزنیم. همه این ایستادگی ثمره این مقاومت و ثمره خون شهداست. خداوند انشاءالله شهدا رو با سرورشون از تعبا. با حضرت ابا عبدالله منشور کنه به برکت صلوات.